بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فنتابع درسنا من كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را با اذن الله حق سبحانه و تعالی از کتاب 3 اصل و دلیل‌های آن دوام می‌دهیم از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علی رحمه الله تعالی. درس امروزی ما آغاز می‌شود آنجا که شیخ الاسلام می‌فرماید که والرب هو المعبود والدلیل قوله تعالی يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يعني میفرماید و رب هو المعبود، یعنی رب یعنی پروردگار او معبود است. یعنی گفته شده است که پروردگار آن ذات شده میتواند که وی معبود باشد و معبود با هر معبود نه، معبودی که او آفرنده است، که او معبودی بر حق است. هر معبودی که او آفریده نمیتواند وی معبودی باطل است، بنابراین او پروردگار شده نمیتواند. دلیل قول الله تعالی است که رب یعنی پروردگار معبود بودنش شیخ از قرآن دلیل می آورد آنجا که الله سبحانه و تعالی می فرماید در سوره بقره آیه 21 تا 22 یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم پروردگارتان را که شما و کسانی را که پیش از شما بودن آفرید عبادت بکنید. دیگه کنید ای مردم پروردگارتان را، یعنی ربتان را که شما را و کسانی را که پیش از شما بودن همونها را آفرید. نگاه کنید پروردگار کی می شده است؟ همون ذاتی که می آفرد. انا همه عبادت کنید. وقتی که شما وی را عبادت کرده شما عابد می شوید و او چی می شود؟ یا که کی می شود؟ معبود می شود. فهمیده؟ شما عابد شوید و معبود می شود. تا که تقوا کنید، یعنی مقصد از عبادت کردن پروردگارتان شما از زمره تقوادارها می شوید. آن که زمین را برای شما کورپه و آسمان را شیفت قرار داد، یعنی که مانند پتلاک، و از آسمان، یعنی مراد از آسمان از بالا آب را، مراد از آب چی؟ باران را فرود آورد و به سبب آن از انواع میوه ها برای شما روزی برآورد. یعنی به تفعیل همون آب باران از هر نمودی چی میوه ها برای شما رزق و روزی داد. فهمیدید؟ این آیت دلالت به چی کرده شده است؟ دلالت به توحید ربوبیت کرده شده است. همین ها را یگون معبود، یگون خداها که مردم عبادت میکنن به جز الله حق سبحانه و تعالی کرده میتوانند؟ نمیتوانند همین ها را، چون توحید ربوبیت است. این کافرها اعتراف میکردن. و شما برای الله همتایان را قرار مدهید حالا آن که شما میدانید. انا اینا توحید چی؟ توحید انا الوهیت پایمال کردنش الله تعالی گفته شده است. یعنی وقتی که شما اعتراف کنید توحید ربوبیت، بس چرا شما کمبودی صادر کرده استادید در توحید
الوهیت. همه خلاصه توحید الوهیت یعنی بنده عبادتش باید صرف برای الله صرفه کند. همه خلاصه. بس چرا؟ یعنی که میدانید که این بت‌ها، این یعنی که فیل و این یعنی که گاو که بعضی کسا خدا گفته میپرستن، همینا مادامی که آفریده نتوانند، بارانده نتوانند، دیگه هیچ کار از دستشون نبیاد. اگر از شما دیدو دانسته چه خیل میگود برای الله همتایانو که شریک قرار میدهید، آنو که شما میدانید، یعنی شما در ربوبیتش میدانید و اقرار هستید که همتا ندارد، بس چرا در الوهیتش به او همتایان قرار میدهید؟ گفته شده است. علما میگویند که اولین ندایی که در قرآن آمده است در سوره بقره همین آیت است و اولین امری که الله سبحانه و تعالی در قرآن امر به توحید میکند انا همین آیت است و اولین آیت در قرآن در سوره بقره که منع از شرک میکند انا همین آیت است. خلاصه در همین آیت از سوره بقره آیت 21 تا 22 ما یکمین ندا را میبینیم، ندای پروردگاره، و یکمین امر به توحید میبینیم و یکمین نهی از شرک میبینیم. فهمیدید؟ نعم. قال ابن كثير رحمه الله، صاحب تفسیر ابن كثير چی گفته است؟ ابن كثير این نامش یعنی که اساساً کنیاش و که تلخصش عماد الدین ابوالفدا، نامش اسماعیل ابن عمر قریشی دمشقی، حافظ مشهور، صاحب تفسیر و صاحب تاریخ، از شاگردان شیخ الاسلام ابن تیمیه، در سال 774 هجری وفات کرده است. فهمیدید؟ یعنی عماد الدین ابوالفدا اسماعیل ابن عمر قریشی دمشقی، حافظ مشهور، صاحب تفسیر ابن کثیر میگوین که، و صاحب تاریخ و شاگردان شیخ الاسلام ابن تیمیه در سال 774 هجری وفات کرده است. همین شخص در کتاب تفسیرشون گفتن که الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعباده، یعنی آن ذاتی که این اشیاها را آفریده است اوست لایق عبادت، یعنی لایق عبادت ذاتی می شود که همین کارا از دستش بیاین. به اون معنا بیاین. مگر گاوی که در هندوستان یا که فیلی که در هندوستان یا که بت‌هایی که در دیگه کشورهای جهان پرستش و عبادت میکنه همین کارا را یگون کردن میتوانه؟ نمیتوانه. برای همون این اعتراف کردن توحید ربوبیت دلالت میکند که باید در برابر این توحید الوهیت هم اعتراف کنند. جنجال بین پیغمبران و امت و جنجال امروز بین اهل سنت و جماعت واقعی، بین مدعی ها، دعواگرا، بین یعنی که صوفی ها، بین شیعه ها، جنجال پشت همین است که رافضی ها، شیعه ها و یعنی که رافضی ها چیکار میکنن؟ در توحید، نه فقط در توحید الوهیت، حتی در توحید ربوبیت که کافران اعتراف میکردن، این شیعه های بدبخت، این رافضی های بدبخت که امروز حزبی ها و یا را از روی بیخیردی، بی عقلی و یا را برادر میگوین و یا شرک میآورند. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.